کمبود این ویتامین باعث عصبانیت کودکان می شود. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سپید شوری هستم، مربی فیتنس. آزمایشات نشان داده که کودکایی که دچار کمبود ویتامین های گروه B هستن از دیگر کودکان بیشتر عصبی میشن. دلیلش چیه؟ برای اینکه ویتامین B در داشتن بدن و مغز سالم تاثیر خیلی زیادی داره. این دسته ویتامین ها سوخت و ساز بدن رو بالا میبره، خلق و خو رو بهبود میبخشه و برای تامین کمبود ویتامین B کودکان از منابع غذایی حاوی این ویتامین ها باید استفاده کنیم که من اینجا 7 موردش رو قراره امروز براتون نام ببرم. 1. ماهی سرشار از ویتامین B12. 2. گوشت قرمز. گوشت گاو، گوشت گوسفند و جگر غنی از ویتامین B6 و B12 هستند. شماره 3. تخم مرغ. زرده تخم مرغ منبع خیلی خوبی از ویتامین B12. شماره 4. لوبیا و حبوبات. حبوبات مانند لوبیا، عدس و نخود سرشار از ویتامین B6 هستند. شماره 5. سبزیجات برگسبز. سبزیجاتی از جمله اسفناج، کلم بروکلی و کلم پیچ. شماره 6. غلات کامل. نان و برنج قهوه‌ای منابع بسیار خوبی از ویتامین B1 و B6 هستند. و در آخر شماره 7. مغزها و دانه‌ها از جمله بادام، گردو، سویا و تخم آفتابگردان. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. سابسکرایب و لایک فراموش نشه و نظرات ارزشمندتون رو برام بنویسید.